شورتون رو برن با این پرچمتون. چقدر اذیت میکنین، چقدر بحث میکنین. بچه ها تو کوچه و خیابون دارن میجنگن، وقت شما نشستین راجع به این پرچم کوفتیتون مزخرف میگید. مورد شور اون پرچمتون رو ببرن که همش حالا بحث شیر و خورشید میکنید و که آی ما شیر داریم خورشید داریم. مردشور زهر مارتون با اون تاریخ کوفتیتون، این ساسانیان و چه میدونم هخامنشیانیتون. والا البته من این دستا رو نمیتونم تکون بدم، اگه تکون بدم افتضاح میشه. ولی مشتم رو میگرفتم بالا بهتون نشون میدم که چقدر عصبانی هستم. آره والا مردشور همچی پرچم میکنید که آی پرچم هویت ماست، آی پرچم نشانه ماست، اسم ماست. کوفت زهر ماری دیگه، کوفت هست اصلا، کوفت قلقلیه. من هنرپیشه‌تون هستم، من هنرپیشه معتبر بین‌المللی شما هستم که در کنار شما ایستادم. من مانند انجلینا جولی صدای شما در دنیا هستم. اما مردشور اون پرچمتون، مردشور اون تاریخمون تا صفویه. اصلا صفویه خرگیه، اصلا ساسانی کیه؟ هخامنشیان. هم چی میگن هخامنشیان؟ مثلا هخامنشیان چه غلطی کردن؟ آره دیگه ببینید نمیشه، اینجوری نمیشه. اصلا از گذشته باید رفت و به آینده، به سوی آینده پیش رفت. اصلا میگم این وسط پرچمتون این سفیدیشو بدیم به ما، هدیه کنید به ما. آره والا من خودم طراحیش میکنم، برای آینده نقشه کشیدم، اصلا فرمان برداری خواهم کرد. تمام کتابای تاریختونم میخوام بسوزونم. گوره پدر هرچی صفویه و هخامنشی و ساسانی کوفته زهرمار آشغال. آره میبینید من چقدر تاریخ شناسم. من از هنرپیشه‌های بسیار معروف شما هستم، تاریخ ایران رو خیلی خوب بلدم. شما چی بلدید؟ ای مردشورش رو ببرن. آره اصلا ما حالمون خیلی خرابه، حالمون بدجور خرابه. کام طالبو او لالا. آره والا مردشور، آره همچین هویت